تو این ویدیو بازی جاسوس انجام بدیم و به نفر اول یه جایزه بزرگ بدیم. این بازی با 5 تا دختر و 5 تا پسر باحال انجام میشه. مجری این برنامه هم خودمم. بازی هر چقدر جلو میره جذابتر میشه. تا آخر ویدیو ما رو نگاه کنید. آقا سلام، خیلی مخلصم. قراره یه بازی خیلی خفن به نام جاسوس رو با بچه‌ها انجام بدیم که به نفر اول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بس نیست 16 17 18 19 20. قرار 20 میلیون به نفر اول بدیم. خوب نیست؟ آقا خوبه؟ اوکی این؟ مرسی آقا، بفرمایید شما، خواهش میکنم. به افتخار بچه‌ها یه دست بزنیم. بازی جاسوس به این شکله که قراره به بچه‌ها کارت بدم. مثلا اسم اون کارت دریاه. راجع به دریا با همدیگه سوال بپرسن، یعنی از همدیگه سوال بپرسن، بگم مثلا بزرگه یا کوچیکه. همینطوری به بغل سوال پرسیده میشه تا کسی که اون کلمه رو ندیده و براش کلمه شما جاسوس هستید اومده، بچه‌ها حدس بزنن. کسی که حدس میزنه کی جاسوسه 1 امتیاز و جاسوس اگه اون کلمه رو حدس بزنه 2 امتیاز میگیره و در آخر امتیازات جمع‌بندی میشه و به نفر اول 20 میلیون قراره هدیه بدیم. بریم شروع کنیم. بریم آقا. بریم آقا. یه دست بزن. خب معرفی میکنم. مائده، ملینا، امین، سپیده، امیر، آیسان، مرتضی، فرنوش، سالار، نفس. دست اول به خاطر اینکه بازی آسون باشه 3 تا جاسوس گذاشتم که پیدا کردنش خیلی ساده است. از بچه‌ها خواهشی که دارم لطفاً به کارت همدیگه نگاه نکنید و اینکه لطفاً خواهشم به بغل دستیتون اون کلمه رو نگین. خیلی ممنون. بریم واسه پخش کارتا. خب اوکی، بازی از سمت راست ما خانم مائده شروع میشه. بفرمایید. خصوصی یا عمومی؟ عمومی. وخیم یا نازک؟ جفتش. پرمو یا بیمو؟ بیمو. سفید یا مشکی؟ سفید. سفید یا زرد؟ سفید. برقی یا معمولی؟ برقی. آسمون یا زمین؟ زمین. خشک یا تر؟ تر. کم حجم یا زیاد؟ جفتش. زمخت یا نرم؟ نر. کوچیک یا بزرگ؟ جفتش. حالا یه توضیح که باید بدم، وقتی یک دورما میزنیم مائده خانم که نفر اول بود میتواند حدس بزند که کی جاسوسه. اگر درست بگه امتیاز میگیره، اگه درست نگه از بازی حذف میشه. بفرمایید. کوچیک یا بزرگ؟ جفتش. روشن یا تیره؟ جفتش. پرکف یا کمکف؟ پرکف. مات یا براق؟ براق. نعنایی یا ساده؟ ساده. ایرانی یا خارجی؟ ایرانی. زرد یا کرم؟ جفتش. صورتی یا آبی؟ جفتش. خب متالیک یا کلاسیک؟ جفتش. بچه الان همتون میتونین حدس بزنین که جاسوسه، چون ندی الان از شما رد شد. الان ایشون میتونه حدس بزنه،
یا برسه به نفر بعدی ایشون میتونه حدس بزنه. من هر کی بخوام میتونم سوال بله، بله، بپرسم. بله. هر کی. بله، بله. شما سپیده خانم بودین؟ نه ایشون بله سفید است. بله داروخونه‌ای یا مغازه‌ای؟ مغازه‌ای. فرقی نمیکنه. لاستیک دار یا بدون لاستیک؟ بدون لاستیک. الان میتونم من سوال اول رو بگم رده. نه اگه میگین ایشون جاسوسه یا نه؟ نه. پس اوکی شما سوال بپرسین از من. جانم شما جانم بفرمایید. جانم بفرمایید به دوربین. قرص آقا. نه ایشون جاسوس بود، یکی از جاسوسای ما هست شد. نه اشتباه حدس زدین. بازی ادامه داره بفرمایید. 2 تا جاسوس دیگه تو بازی هنوز ما داریم. حالا این یکی از جاسوسا مرتضی بود که حدس زد ولی کلمه درست نبود. بفرمایید. خشک یا تر؟ خشک. نرم یا زفر؟ زبر. سفید یا مشکی؟ فرقی نمیکنه. ارزون یا گرون؟ گرون. سفید یا جنگل؟ سفید یا جنگل؟ کدومش؟ سفید. من میتونم یه سوال بپرسم؟ من از امیر سوال بپرسم. رایحه نعنایی یا سیاه؟ جفتش هم میشه. نعنایی بده. از سفیده بپرسم. برقی یا معمولی؟ معمولی. آبی یا سفید؟ آبی. میتونم حدس بزنم. بفرمایید. نه اشتباه گفتی. بله درست میگم شما جاسوس که نیستین. بله آیسان اشتباه حدس زد، حذف میشه. بازی ادامه داره. شما هم که حذف شدین بفرمایید. بغل دستتون سوال بپرسید. یک بار مصرف یا چند بار مصرف؟ من میخوام الان بگم. بفرمایید. دومین نفر به نظر من جاسوس. خانم ملینا درست گفتن جاسوس هستین؟ نه هستین؟ خب اوکی شما میتونین کلمه رو حدس بزنین؟ تخم مرغ؟ نه شما حذف شدین. اوکی یک امتیاز تا الان فرنوش میگیره به خاطر حدس جاسوس. بازی ادامه داره. یک جاسوس دیگه تو بازی داریم. بفرمایید. خب لیمویی یا گیربکس ماشین؟ لیمویی. چی بگم؟ هتلی یا برای خونه؟ جفتش. تعمیرگاه یا سوپرمارکت؟ سوپرمارکت. شما چرا بغلی نپرسیدین؟ ایشون حذف نشده. نه دیگه گفتن ایشون جاسوس بودین شما. ببخشید من عذرخواهی میکنم. حواسم پرت شد. بفهم. کثیف یا تمیز؟ تمیز. هست. خوشبو یا بدبو؟ مرتضی. منم. مرتضی میگم. شما خوشبو یا بدبو؟ خوشبو. مرتضی حذف شده. ایشون مرتضی. آره سیبیلا شاید. همون دستشویی. ولی شبیه ده. هر دوتاش میشه. شاید من گفتم حموم یا دستشویی، گفتم هر دوتاش میشه. سوالی نداری دیگه؟ سوپرمارکت از خانم امیدی فکر کنم داد سوال. هست شده؟ خانم شما حذف شده. بله. هست شده. سوپرمارکت یا داروخونه؟ جفتش. ببخش من چی بگم؟ شما حذف شدین. سوال تکراری داریم. بله اشکال نداره. الان فرنوش بازی رو جمع میکنه. بفهمید. من دومین نفرم میخوام حدس بزنم. سالار جاسوسی. نه خیر. نه اگه جاسوسی باید بگی آره. آخه سوال نپرسید ازم. نه دیگه آره باید بگی آره. الان حدس زد. بله هست. میتونی با کلمه رو حدس بزنی؟ بله. بفهم. رنگه. نه ببین یه دقیقه وایسا. سوالا رو هم حذف جمله شد. بگم بعد برم. بله نه نمیری نشستی.
فرنوش 2 امتیاز، 1 امتیاز هم اینجا میگیره. ما 3 تا جاسوس داشتیم، یکیش سالار بود، مسواک کلمه ما بود. ما چرا اینقدر زرد مرد میگفتید؟ من میگم لیمویی یا گیربکس. بابا این میگم داشتن زرد میگفتن. سالار یه جا پرسید لیمویی یا گیربکس. بابا خب ببینین داره سوال چرت میپرسه. ولی اشکال نداره، میگن یه شکست شیرین بهتر از یک پیروزی تلخه. بریم واسه دست دوم. لطفا نگاه نکنی به کارت بغل دستیتون. خب آقا مرتضی اومدی سریع بگی، ولی خب خراب کردی جوجه. آره جبران میکنم. ببینم میتونی این دست از امتیاز این ور بدی. شروع شه این سری همش به نظر داداش عزیزم سالار اونو کرد. از همین ور خانم نفس شروع کنه به سوال پرسیدن و از این ور فرسش کنیم. بریم آقا دست دوم انشالله پر انرژی تر شروع میکنیم. کوچیک یا بزرگ؟ فرقی نداره. خب خانم فرنوش، تو تهران یا تبریز؟ فرقی نداره. شاه فکت میاری برام بفهم خانم بودی. دکتر یا دکتر قاعدتا. آره بله. کفش یا کتاب؟ کتاب. پول یا تحصیل؟ تحصیل. اون سفید یا جنگل رو بپرسید. نه سب کن دارم میخوام گمراهش کنم. میتونم من الان جاسوس هست حتی نه دور اول؟ نه تو دور اول نمیتونی. بعد یه دور بچرد. بد میشه. شما داری نهار میخوری آدامس میخوری با شما. بفرمایید. نهار امیر جان یه جوری سوال می‌پرسه خودش هم گمراه میکنه. بفرمایید. تو تهران یا شهرهای دیگه؟ خب الان این سوال نه آقا تکراری خب بودش. چیکار؟ چرا؟ ایشون گفتش که تهران یا یا تبریز. شهرستان. خب باشه. خودکار یا مداد نوکی؟ جفتش. اونجا بعد شد کلا شد کلاس شوخی. خب عشق یا کتاب؟ کتاب. بغل دستتون دوتا. محیط سربازه یا سربسته است؟ جفتش. محیط عمومی یا خصوصی؟ عمومی. بازی داره قشنگ میشه. انفرادی یا جمع؟ دولتی یا خصوصی؟ فرقی نداره. فقط اونجا که میگم- سالار میخواد سوال بپرسه آره. میاد جلو. زمین فوتبال یا کتابخونه قائم؟ کتابخونه قائم. واقعا؟ من یه سوال میخوام بپرسم آقا. میتونین حدس بزنید. بله. بفرمایید. از امیر عزیز میخوام بپرسم، میخوام بگم که توی تبریز بیشتره یا توی اصفهان؟ تو جفت شهر هم هست. خب دیگه سوالی ازت نه. خب اول سوال پرسیدی؟ نه خب بپرس سوال الان نپرسیدم. بپرس. خب میگم توی سیستان بلوچستان با کهگیله بوی رحمت من میگم کرکله بوی رحمت. کوکیلیه و بوی رحمت عزیزای ما هستن. از همینجا سلام عرض میکنم. بفرمایید. 3 سال یا 18 سال؟ بستگی داره خانم امیدی. ما مورد داشتیم 30 سال. بله. بله. خب خدمت خانم آیسان یه سوال بپرسم. من یه سوال میخوام میتونم از خانم ماهده بپرسم. ببخشید. پیر یا جوون؟ جوون. درست. جواب گرفتم. حالا از شما میخوام بپرسم. روسری یا مقنعه؟ مقنعه. دریا یا خودکار؟
خیلی سخت شده. چی گفتی خودکارو؟ من فهمیدم که با همین. بعد ببینم آبخوری خب یا جنگل آبخوری وایسا آبخوری یا کتابخونه؟ کتابخونه. هر چی من میپرسم اینم میپرسم. بچه‌ها دوری که برسه به مائده، خب بچه‌ها باید حدس بزنن که جاسوس که دیگه سوال نباید بپرسن. آره بپرسن، بغل از تو بپرسن. صبح یا شب؟ هم صبح هم شبه. ماشین موتور. جفتش هم هست. پیاده دو تا سواره. برخورده دو سه تا سوال میپرسه، اون دو سه تا جواب میده. پیاده سواره. شما جاسوسی فکر کنم. درسته؟ دارید صحبت میکنید چرا به هم میزنید؟ سبیده هم چی من ازش دارم سوال آخر می‌پرسم. خب شما سوال گفتم بپرسید. پیاده یا سواره؟ خب جوابشو بدید. پیاده. خب اوکی. شما میخواین حدس بزنید سفید خانم یا نه؟ من یه نو بپرسم ازشون. بفهم. بذار ببینیم حدس میخواد بزن. حدس میزنی یا نه؟ بریم بعدی. شما بفهمید. چسب زخم یا جنگل؟ هیچ کدوم. من نمیتونم حدس بزنم. نه دیگه شما نمیتونید. خب بفهم. از کسی میخوای سوال بپرسی همین؟ من سوالی از مرتضی. نداره. نه از امیر بپرسم. بفهم. میگن گذر یارو میفته یا نمیفته؟ آره میافته تقریبا 4 سالم میافته. میخوایم حدس خیلی بزنیم؟ هستن 6 آقا 7 دیگه سال از شما طول رد می‌کشه. شد، باید زودتر میگفت. الان از من میپرسه من نمیتونم حدس بزنم. نه نه دیگه. امین میتونی به یکی جاسوسه یا نه؟ نه فعلا. خب شما بفهمید. از بغلیتون سوال بپرسین دیگه. نه امین جان از بغلیتون سوال بپرسین. بذار فکر کنم. خب شما از بغلیتون سوال بپرسین. یا از ایشون شما سوال بپرسین. ایشون الان پرید شاید ایشون جاسوسه که. خلوت یا شلوغ؟ بستگی داره چه جوری باشه. بله هر سه بغل من میشه. وای خیلی خوب بود. مداد یا بوی اتاق؟ جاسوسی داره این آره مداد یا اتاق؟ شکره بهش. مداد فکر کنم. میتونم بگم؟ بفرمایید. ایشون جاسوسه. درست حدس زدن؟ بله. میتونی کلمه رو حدس بزنی؟ بیمارستان. نه شما حدس بدید دیگه نگین. شما از بغل دستتون سوال بپرسین. شما خانم ملینا یک امتیاز. کتابخونه یا بیمارستان؟ کتابخونه. شلوغ یا خلوت؟ شلوغ. خب به اینجا برسیم دیگه. سوال تموم شد. باید حدس بزنید جاسوس کیه. درست بود امتیاز میگیرین. نه شما میخوای حدس بزنید؟ بفرمایید. نفر اول خب میگین جاسوسه. جاسوسه. شما جاسوس هستین. درسته. میتونین حدس بزنین کلمه چی بود؟ بفهمید. بین دو تا موندم. دو تا میتونم بگم یا یه دونه؟ یه دونه باید بگیم، ولی چون نفر اولی هستی که اگه بتونی حدس بزنی قبول میکنم. بین دوتا چون پرسیدم گفتم دولتی یا چیز یا دانشگاه یا بزنیم به مدرسه. افتخارش. 2 امتیاز نفس بگیره چون دانشگاه بود. چرا بگه خب یا دانشگاه یا مدرسه؟ نه اوکی، چون گفتم ارفاق بهش میدیم به خاطر نفر اول. بیمارستان 2 امتیاز به نفس خانم میدیم. امیر آخه این چه سوالیه؟ میگه جنگل یا جاسوس قفقاز؟ سوم بگم شما بودین سفید خانم؟ من شک کرده بودم ولی ملینا گفتش که ایشون. شما سفید چی نمیگم سفید خانم، شما جاسوس بودین؟ نه امین تو بودی جاسوس؟ جاسوس امین بود. یه سوالی که من خودم یادم رو به کیا دادم. یه سوالی چرت و پرت با یه جوابای چرت و پرت. شما چرا حدس نمیزنین؟ بعد جواب ملینا رو اینطوری داد. گفت فلان سوال شما سوال می‌خواستم برسه الان جاسوسا کیا بودن؟ بچه‌ها دستا بالا، دستای جاسوسا بالا. شما بودین. بچه‌ها مائده جاسوس بود. مائده جاسوس بود؟ جاسوس رو زد؟ نه جاسوس نزد. ایشون پرسید که جاسوس یا نه.
بعد چیز جالب می چی بود؟ نفر اول و آخر رو جاسوس کوی گذاشته بودم، 2 تا جاسوس از هم سوال میپرسیدن. دست قبل به خاطر اینکه مائده جاسوس بود و کسی نتونست پیداش کنه، یه امتیاز به مائده خانم میدیم، به افتخارش دست بزنیم. بریم واسه پخش کردن کارتون. لازم به ذکری که باید بگم واسه سخت کردن مسابقه جاسوس‌ها از 3 تا به 2 تا تبدیل شده. بریم که بازی رو شروع کنیم. آقا حامد میشه دوباره از این ور پخشه؟ حالا بفهم پخشه؟ پخش. سوال بپرسم. ببرم خواهش می‌کنم. بازم به احترام سوالا. خیلی گیر داده این برای همون بر بذار شروع شد. افتخارم گفته است. بفرمایید. سنتی یا سنتی؟ من تجربهشو نداشتم ولی سنتی بهتر. علی حالا یه چی بهتون بگم، حالا بی شوخی، انقدر دست قبل زای جواب میدادی، یعنی 2 تا جاسوس فهمیدن چی بودش. اصلا نرید تو اون داستان. اصلا نگاه کن، من یه سوال میپرسم هیچکی نمیفهمه. لیمو یا بلبرینگ بپرس. نه جنگل یا برج میلاد؟ با شما بودم فرنوش خانم. دقیقاً با خود شما بودم، متاسفانه میکنم این دست. آره من میگم جنگل. به به بفرمایید. نه جنگل. وایسا. پیتزا یا کله پاچه؟ پیتزا. عمومی یا خصوصی؟ عمومی. الان من میتونم هست سوال بکنیم. داخلی یا خارجی؟ داخلی. تو باغ یا تو خونه؟ تو خونه. وایسا. کم یا زیاد؟ میخواین سوال بپرسیم بزنم؟ آره. باز بوی جاسوس از این ور داره. 2 تا بودن جاسوس. نه یه دونه بیشتر شما نمیتونی سوال بپرسید. دور اول. برو. حالا افتخارم از امین میپرسه. لایت یا خشن؟ لایت. تینستون لایت هم میگه. راجب اون قضیه اصلا حرف نمیزنه. رضا گلزار یا گل منو اذیت نکنید؟ تون صدای بلند یا کوتاه؟ من جفتشو دوست دارم. این هر وقت گفت جفتشو دوست دارم بدون یه خبر اون هم نشسته اصلا معلوم نیست. من جفتشو دوست دارم ولی جاسوس نیستم. مائده میپرسه از نفس. وقتای خوشحالی یا ناراحتی؟ منطقی بود جفتش. من میتونم یکی سوال بپرسم؟ ایشون اسمش چی بود؟ خانم فرنوش. قابلمه یا تجهیزات موزیک؟ تجهیزات موزیک. من کلمه رو میتونم الان حدس خواستم بگم ایشون بزنم؟ چیزه. منم میتونم حدس نه بزنم. اجازه بدین. ایشون بفرمایید. اول من تمام کنسرته؟ نه شما هست شدی. بله نه دیگه گفتن من دیگه. خواستم جاسوسو بگم ایشونو دیگه گفتین. من گفتم آها. که نه دیگه گفتم بعد زود میگفتی. گفت من میتونم حدس گفتم بزنم. قبلش میخوام بگم جاسوس. من خواستم بگم خانواده جاسوس. آقا من قبلش گفتم ایشون میخوام بگم جاسوس. یک امتیاز به نفس خانم بده. بچهای پشت به سر هم می‌ریزم اینجا تاییده. رو. تاییده تاییده. بچهای پشت سر هم تایید. نفس خانم یک شما امتیاز. از من سوال پرسیدی من گفتم تجهیزات موسیقی نه دیگه. قبل اینکه جواب بدین گفتم میخوام بگم ایشون جاسوسه بله، که بله. اشتباه جواب دادی. حالا از سوالتون رو پرسید. دکتر شاد یا غمگین؟ مغزت من بچگی تو اف ام گوش میکردم. ولش کن. آقا شما چرا دوست داشتید که حدس بزنین کلمه رو؟ من میخواستم حدس بزنم جاسوسو. آها. خب من سوال دارم از خانم سپیده. مکانیکی چرا کلا یا تو گیربکس هم مکانیکی یکم چون بیرون. سالاتون فنی یه حرفه‌ای دقیقه من کلاس شوخیام شروع شده. یه دقیقه بذارید صحبت کنم. مکانیکی یا جوشکاری؟ کدومه؟ هیچ کدوم. خب سوال دیگه ندارم. من سوال بپرس. از شما سوال بپرسم. تو شهرستان بیشتر یا تو تهران؟ تهران.
شلوغ یا خلوت؟ جفت. مرتضی یه سوال دیگه ازش بپرس. تو 2 تا سوال می‌کنی. جون من بپرس. جون من بپرس. خودم جون من بپرس. با چشم. خب دوربین یا میکروفون؟ من تا امتیاز نگیرم اینجا نمیرم. آها با پرسیدم دیگه. نه خوب داره جواب میده. دوربین یا میکروفون میگه جفتش. جفتش. بپرس. بپرس آقا بپرس. اولی. تو ماشین یا تو خونه؟ گنجش نیست. هر دوتاش. برم بعدی. من میتونم ازشون سوال بپرسم؟ بفرمایید. ماشین و خونه رو چی گفتی شما؟ گنجیش. تو ماشین یا تو خونه؟ گفتم تو هر دوتاش. بیشتر تو سوال ماشین. میپرسه. بیشتر تو بازم به من شک کردی؟ من شکی تو برطرف میکنم. خودکار یا سیدی؟ آخ سیدی. سیدی مگه هنو هست؟ ببینم تانک یا فلش؟ فلش. سوالام تمام نشده. میتونم جاسوس کیه؟ انگار میخواد اطلاعات بگیره. جاسوس کیه امیر؟ بازی رو تمام کن. پناه بر خدا. من بگم آقا بذار ایشون بگه بعد شما بگیم. بازی رو تمام کن امیر. شما جاسوسی. من؟ دوست داری میگیری اول یه سوال بپرسی ببینیم. خب بذار ببینم. وایسا. تو پیاده رو یا هنسفیری؟ چی شد؟ سواله؟ تو پیاده رو یا هنسفیری؟ بعد سوالا یه پرسیدم. جور کنکوریه. خب جاسوس من چیز کنم. بفرمایید، جاسوس کیه؟ من از نظر من ایشون جاسوس. نفر اول آره نفر اول جاسوس. شما حذفی، نفر اول جاسوسی است. بفرمایید. همیشه جاسوس بود. بفرمایید. بچه‌ها ساکت لطفا. ساکت. از کی از نفر اول؟ سالات. نه شما سوال دارم. اعضای عروسی. اعضای عروسی. جواب درست لطفا. فرقی نداره. آقا ایشون جاسوسه. شما حذف میشین. سالار جاسوس نیست. خب چرا گفت فرقی پس نداره؟ چرا؟ فرقی نداره. بله. میگه ای چرخ گردون. نه آقا. دلم رو کرده ای خود. آقا. من نمیدونم سالار واقعا خیلی شیطونه. خب امین سوال بپرس. به کسی میتونی زن بزنی؟ اون منو نگاه کن. به شما. به من؟ آره. شیشگیگ یا شیش لیگ؟ شیشگیگ یا شیش لیگ؟ آفرین عالی بود. شیشگیگ یا شیش لیگ؟ قیمه. شیشلیک یا شیشگیگ یا شیش لیگ؟ شیشگیگ. شایدم فراتر. میتونی به کسی حدس بزنی کسی جاسوس باشه؟ نه فعلا. نه شما بفرمایید. کیا هستن؟ الان ایشون خانم امیدی هستم. منم حذفم. ما دوتا هستیم. خانم امیدی من حذف، هستم، سپید من خانم حذف. خانم امیدی، خانم فرنوش به خاطر اینکه جاسوس بودن، ایشون شهر بودن اشتباه حدس زدن. بفرمایید. فرنوش خانمم حذف. حذف بله. دوبار نمیشه هست. من از سالار یه سوال بپرسم. بفرمایید. میکروفون یا تابلو؟ خب اگه حواستون به بازی باشه، سپیده گفت که سالار جاسوس ولی سالار شهر بود تو بازی موند. حواستون به بازی نیست بچه‌ها. نه دیگه سوال نمیتونید بپرسید. ایشون باید سوال بپرسه بچه‌ها. الان شما گفتی تابلو یا چی؟ میکروفون. تابلو. برید نفر بعد. بفرمایید. خصوصی یا عمومی؟ خصوصی یا عمومی؟ جفتش میشه. خب بچه‌ها دیگه از الان به بعد سوالی در کار نیست. نفس خانم باید حدس بزنه اول. نه ایشون باید حدس بزنه. به نظر شما کی ما جاسوسه؟ ایشون. خب نه
جاسوس نیستن، شما حذف میشین. خب سال شما خانم مورد جاسوس هستن، امتیاز من بده. بفرمایید بشین، شما حذف میشین. واقعا دارید بله میگید؟ بله. یه دقیقه میشه من برگردم؟ نه خواهش میکنم. شما میگین کی جاسوسه؟ من میگم آقا امیر جاسوسه. شما حذف میشین. ایشون خودش جاسوسه. شما میگی کی جاسوسه؟ مرتضی حمید. وایسا بشین لطفا. مرتضی میتونی حدس بزنی کلمه رو؟ آره من خیلی نزدیک شدم ولی دو تا میتونم حدس بزنم. آقا بچه نفس خانم دو تا گفت. اگه دوتا هم درست گفتی من به تو امتیاز میدم. ضبط صوت که نیست. نه ارگ. مرتضی جاسوس بود، امیر یک امتیاز میگیره. من از اول بازی داشتم به جاسوس دست میزدم. جاسوس مرتضی بود. چی بود کلمه؟ خواننده آهنگ کلمه ما بود و کنسرت رو گفتی. بریم واسه مرحله بعدی. بریم واسه پخش کارتا. این دستم 2 جاسوس داریم. آقا اجازه؟ هنوز پخش نکردم. چیه؟ خب دیگه همین بر شروع. نه این سری هم باید. چش. جاسوسی یه ذات بد میخواد که ما نداشتیم، باختیم. خانم بفرمایید. خب همونطوری که دیدی این کارتا پخش شد و اینکه از سمت راست ما ماهده خانم شروع میکنه به سوال پرسیدن. خصوصی یا عمومی؟ خصوصی. خوراکی یا اشیا؟ خوراکی. بانون یا بینون؟ بینون. گرم یا سرد؟ سرد. از بغل داروخونه یا سوپرمارکت؟ جفتش. جنگل. جفته؟ آره جفتش. از بغلتون بپرسین شما. از ایشون بپرسین. آیسا خانم. خونگی یا بیرون؟ خونگی. خوشمزه یا بدمزه؟ خوشمزه. ریحون یا پیاز؟ جفتش. بچه گفتم که آره من خواستم این توصیه بهداشتی کنم. زایه نپرسید ازم. شما که فردا خدافظی کن. کی؟ آقا داوود. چالش بگیرم آقا. نه نمیشه. من داوود رد نیستم. میکنم. نه یه دقیقه. صندلی یا در آهنی؟ هیچ کدوم. وا خب یه سوال دیگه بپرس اگه واقعا شهری کسی گمراه نشه. آره. پیاده روی یا رستوران؟ رستوران. از نفر اول ماهده خانم بپرسیم. چه رنگی؟ یا چی؟ خودش انتخاب کنه چه رنگی؟ خودش بگه چه رنگی؟ چه رنگی؟ سبز. جواب ا رو بدین لطفا. شیرین یا تلخ؟ هیچ کدوم. نرم یا زبر؟ هیچ کدوم. نفاخه یا نیست؟ چی؟ یعنی نفاق یعنی بادآور. بادآور. بله. نفخ معده. نه خیلی بیادبی. نه مرحله قبلشه. فکر نمی کنم. بی نمک یا با نمک؟ بعضیا بی نمک بعضیا با نمک. سبز یا زرد؟ سبز. سفت یا شل؟ با کنکور هم بود قبول شد. مگه چه 20 سالیه؟ نه دارم میپرسم. هم سفت هم شکش شل. به شماست، شما جواب بدید. هم سفت هم شل؟ آره مگه داری؟ سفت داریم دیگه. صبح یا شبا؟ صبح بیشتر. آقا اجازه؟ نه ایشونه بچه‌ها لطفا. سپیده باید بگه. ایشون جاسوسه. بله جاسوس. میتونی حدس بزنی؟
از سوالایی که پرسیده شده میتونی حدس بزنی چیه؟ از این به بعد نوبت هر کیه خودش باید حرف بزنه. بگم اونو بگو. سوالایی که من ازشون کردم. انه یه ذره دقت کنی امیرعلی اینجا داشتیم گفتیم خوشمزه بعد نگید 2 تا جاسوس داریم. میگی کبابه میتونه حس شدی. ادامه بچه سپیده 1 امتیاز میگیره. چرا 3 تا سوال از من پرسیدی؟ تو ندیدی رنگ و روی من پریده اینجا نشستم؟ امیر از میشه جاسوس بود، سپیده 1 امتیاز بود. آیسان از بغل دستی بپرس، از مرتضی بپرس. تیره یا روشن؟ این دیگه انه. خفه شدی تو، خفه شد. من حس شدم راستی. روشن. روشن. من میتونم چند تا سوالی بله بفهم. ترش یا ملس؟ ملس. ایشون جاسوسه. بله من میتونم حدس بزنم. بله. حلیمه؟ نه مرتضی باز جاسوس بود. آیسان 1 بابا امتیاز. میگه ما نمک یا بی نمک، میگه جفتش میتونه. و کلمه ای که تو کاغذ بچه‌ها دیدن قرمه سبزی بود. ما 2 تا جاسوس داشتیم. بله. شما 0 امتیاز. خب رسیدیم به دست آخر و یه دونه جاسوس بیشتر نداریم. امتیازا هم تموم شد بهتون میگم دیگه چی به چیه. بریم که واسه پخش کردن کارت از کجا پخش آقا کنم؟ اجازه؟ بفهمید. از کجا پخش کنم؟ میگم میشه این سری هم من پخشه؟ از شما پخش میکنم. بله. خواهش میکنم لطفاً خواهش میکنم به همدیگه احترام بذارین، جلو رو نگاه کنین لطفاً. ساندویچی در خط دفاع. میشه خانم امیدی جلو رو نگاه کنین؟ ببخشید ها. خانم بفرمایید. خب بچه‌ها هر کدوم یه کارت دارین، یه کلمه توشه که همتون دیدین. قرار راجع به اون کلمه از هم دیگه سوال بپرسین. دست آخره، امیدوارم که حق به حقدار برسه. برنده 20 میلیون رو تا دقایق دیگر قرار معرفی کنم. دوست داری بازی از کجا شروع بشه؟ از خودم. از خودت سوال میپرسی؟ بله. از کدوم طرف؟ از خودم. ندی از این ور باید سوال بپرسی. بله. میتونی خودت حدس بزنی جاسوسی ها. میخوای ایشون از شما بپرسه یا شما خودت میخوای شروع کنی؟ شما شروع کن بفرم. یعنی بذار هر چی سالار میگه همون بشه. باش قربونت برم برو. از فرنوش شروع کن از این ور برم. ببین ما که امتیاز نگرفتیم ولی قول میدم این 20 تومن هم میبرم خونه. ان شاءالله. خب به زور دیگه. بله. مکانیکی یا نجاری؟ دوباره نه تو میکانیک. آقا دست آخر سخته آقا، اولش اینجوری برید حالا یه زایه بازی در نیارید. یه من نمیم قرمه سبزی چجوری گفتی؟ آخه اون میگفت صبح یا شب، گفتم هر دوتاش میشه. گفت آره. هیچ کدوم. بفهمه. دبی یا مالدیو؟ مالدیو. قرمز یا آبی؟ آبی. نه فکر کنم آشغال. هوایی یا زمینی؟ هم خدا رو شکر به آیسان ما عاشق هم زمینی. من چقدر یادم اصلا ندارم. خب هم هوایی میشه هم زمینی. سوال دیگه ای نداری؟ الان اگه 3 تا سوال بپرسی هول میشم. باور کن هول میشم. من ندیدی. ها بغل دستی سوال بپرس. خشک یا تر؟ خشک. نخند آقا، خشک مگه چی گفتم؟ خیلی قشنگ گفتی. ها بغلیتون سوال باشه بپرسین. خب برو دیگه خودت میخوای خشک. خب صندلیتون یکم وقتی جاسوس نیستی انقدر ریلکسی. خیلی خوب بازی میکنم. آره. جاسوس که میشم نظرت. خاک بازی یا آب بازی؟ آب بازی. نگاه چجوری سه نگاه. تا از بغلیتون حالا واسه گمراهی کنم. آب بازی یا خاک بازی؟ همون. خاک بازی یا آب بازی؟ آب. آب. سرما یا گرما؟ جفتش. کیش یا مات؟ کیش. جنگلی یا ساحلی؟
ساحلی. آبی یا سبز؟ آبی. خشک یا با درخت؟ جفتش. جت اسکی یا قایق؟ جفتش. یه سوال دارم من از یکی دیگه. میخوام از خانم ملینا بپرسم. جانم. بله. نه میخوام یه سوال سخت بپرسم که من ببین فکر کردم بنزین تموم شد. اینترنت هم ای شد یه دقیقه. میخوای یه دور ما بزنیم بعد شما بیا؟ یه سویچ ماشین بزنم. بپرسین از فرمش بپرس. زیر نخلا یا تو ابرا؟ زیر نخلا. سوالا واقعا عجیب غریبه. بریم. خرس یا ماهی؟ ماهی. بریم بعد. مرتضی دو سه تا سوال ازش بپرس هولش کن. هولش کن. چرا مگه دشمنه؟ میخواد بفهمه که جاسوس کیه جاسوس خودش. نبود چیزش کن به شکش بنداز که جاسوسه. بگو. بفهم. شما از ایشون باید بپرسید. آخه منتظرم دوباره بپرسم. نه. غذای دریایی. دریایی. الکی وقت گذاشته بودی. بپرسن. شما چرا یک تن ماهی یا کوسه؟ کوسه؟ تن ماهی که تازه برو بعدی دیگه تو هم نه از ماه اون نه میتونم جاسوسم حرف بزنم. بله. به نظر من سالار جاسوسه. من باورم نمیشه کسی از پشت به این رسون. نه به قرآن کسی سالار جاسوس سالار میتونی حدس کار بزنی؟ کاری نره کلمه که. بگو. برو 20 میلیون برو برو. اگه سه گفتی تا میتونم بگم دیگه. اینا نه، دو نه، تا. بشین که تصویر تو بگیره. ببین اگر حد زدی اصلا برای چی الان تو حرف میزنی؟ یه میلیونش میدم بهت. آقا بگو صحبت کن. شما اون که میگه تاییده. ولی یه امتیاز شما رفت چون وسط حرف من آقا حرف نزنید. ببین کلمه نمیگم الان اینا. کلمه از حرف میاد، حرفم از حروف. کلمه که میگم بین ایناست ولی یکیشو میگم. بین جنگل و دریا و کیش و یه 5 تا دیگه بگو. نه میگم بین ایناست. میخوام بگم کلمه. بگو. آره. 3 تا میتونم بگم دیگه. 4 تا میتونی بگی. 4 تا میتونی بگی. بگو. ساحل. نه. بگو. دارم من پشت رو نگاه میکنم. بگو. ساحل. جنگل. نه ایشالله که آخریش هم غلطه. بگو. دریا. بچه‌ها کلمه ای که ما به بچه‌ها داده بودیم جزیره بود. امیر یک امتیاز دیگه میگیره. بریم واسه دادن 20 میلیون به نفر اول. نه آقا ما اعتراض دست بزنیم. ما اعتراض داریم. بگو دیگه بابا. یه خسته نباشید میگم به بچه‌ها. امتیازا رو از همین ور اعلام میکنم. خانم مائده 1 امتیاز. خانم ملینا 1 امتیاز. امین عزیز خسته نباشی. خدا هیچ امتیاز. خانم سپیده 1 امتیاز. امیر عزیز باور نکردنیه 2 امتیاز. آیسان 1 امتیاز. مرتضی واقعا باور نکردنیه هیچی اصلا باورم نمیشه چون خیلی بازیش خوبه. هیچ امتیاز. فرنوش عزیز 2 امتیاز. سالار دوست داشتنی متاسفانه آره هیچ امتیاز. پسرا اصلا امتیاز نگرفتن؟ و اینکه نه پسرا باز دم امیر گرم آره پرچمداری کرد. آره و خانم نفس 3 امتیاز برنده بازی 20 میلیونی ما بودن. آره تشریف بیارین شما برنده 20 میلیون وجه رایج جمهوری اسلامی ایران شدین. 20 میلیون مبارکتون باشه. به افتخارشون دست بزنید. آقا عامر
یه چی گفته بودم ان شاءالله خرج دوا دکتره چه ببین نه خدا نکنه آقا. حالا یه تومنشو میدم تو نفرین نکن. آقا حامد من دیدم صبح از همه زودتر اومده و جایزه هم اونی که صبح زودتر میاد میبره. نوش جونه نخواه انشالله. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردید. دورتون بگرم. مرسی. یه اجازه